حمله به فرانسه جهان رو بهت زده کرد. در عرض 4 روز تانک‌های هیتلر بیش از آنچه که ارتش آلمان در طول 4 سال جنگ جهانی اول تونسته بود پیشروی کنه در فرانسه پیشروی کردند. متامفتامین به نازی‌های متجاوز کمک می‌کرد تا بیدار بمونن و به پیشروی ادامه بدن و احساس سرخوشی و شکست ناپذیری داشته باشند. آدولف هیتلر برای تمام جهان وانمود کرد که حاضر برای کشورش بدون خستگی تلاش کنه و اجازه نمیده هیچ گونه سمی، حتی قهوه وارد بدنش بشه. یکی از متحدان هیتلر در سال 1930 در گزارشی نوشته او نابغه‌ای است که جسمش نیز به خوبی کار میکند. اون چنان از جسمش کار میکشه که همه ما رو متعجب کرده. نمی نوشه، فقط سبزیجات میخوره و به زنان هم توجهی نداره. همون مردی که آخرین سیگارش رو در رود دانوب انداخت در حقیقت یک معتاد تمام عیار بود که به کوکائین، اکسیکودون و یک نوشیدنی تهیه شده از مواد مخدر اعتیاد داشت. تمام این موادها رو شخصی به نام تئودور مورل برای پیشوای نازی‌ها تامین می‌کرد که لقب استاد تزریق راش رو داشت. مواد مخدر به تمام تصمیمات نظامی هیتلر جهت میداد. به اون کمک میکرد تا دشمنانش رو شکست بده. اگه قربانی نقشه ترور قرار میگرفت به کمک مواد سریعتر بهبود پیدا میکرد و حتی در رابطه او با اوا براون نیز اثرگذار بود. اوا براون معشوقه آدولف هیتلر و برای کمتر از 40 ساعت همسر او بود. وضعیت سلامتی آدولف هیتلر تا سال 1936 اونقدر بد بود که توانایی لازم برای انجام کارهای عادی رو هم نداشت. هیتلر از باد نفخ وصف نشدنی رنج می‌برد. هر دو پاش دچار اگزما شده بود و باید با باند پیچی راه می‌رفت. او حتی پوتین هم نمیتونست بپوشه. مورل به هیتلر یک محلول به نام موتافلور پیشنهاد داد. پس از مصرف اون محلول وضعیت جسمانی او بسیار بهتر شد و هیتلر مورل رو به عنوان پزشک خصوصی خودش استخدام کرد. هیتلر حتی پیش از هر یک از سخنرانی‌های بسیار مهمش از مورل یه تزریق انرژیزا درخواست می‌کرد تا بتونه با حداکثر تواناییش فعالیت کنه. تمام سرماخوردگی‌های آدولف که مانع از حضور او در مکان‌های عمومی میشد توسط تزریق یه دارویی داخل رگش برطرف می‌شدند. او حتی برای اجرای طولانی مدت سلام نازی‌ها مقداری گلوکوز و ویتامین مصرف می‌کرد. گلوکوز پس از گذشت 20 ثانیه به مغز انرژی زیادی میداد. ترکیب ویتامین‌های مصرفی به آدولف هیتلر اجازه میداد تا حتی در روزهای سرد تنها با یه یونیفرم قهوه‌ای نازک جلوی جمعیت حاضر بشه و هیچ نشونه‌ای از سرما و ضعف جسمانی در اون دیده نشه. نتیجه مصرف مواد مخدر برای ارتش آلمان بسیار شگفت‌آور و برای کسانی که در صد راه اونا قرار می‌گرفتن بسیار ترسناک بود. در تمام مراحل حمله به لهستان که منجر به کشته شدن 100,000 سرباز لهستانی و 60,000 غیر نظامی شد، نیروهای آلمان نازی بدون نشونه خستگی تا پایان کار به مأموریت خودشون ادامه دادند. لشکر پانزر سوم، یکی از لشکرهای زرهی نیروی زمینی آلمان، در گزارشی نوشته اغلب نشگی وجود داره. بازه توجه هم افزایش پیدا میکنه. عملکرد افراد شدت میگیره. کار بدون هیچ دشواری انجام میشه. ذهن هوشیارتر میشه و شخص حس تراوت و تازگی داره. بسیاری از سربازان از مواد مخدر به عنوان یه همراه در میدان نبرد استفاده میکردن. مصرف مواد مخدر موجب کنار گذاشته شدن ترس میشد که جنگیدن رو آسان‌تر میکرد. جمله ای از یه افسر پزشکی گروهان نهم ارتش آلمان نازی به شدت دهان به دهن چرخیده که فریاد میزده و میگفته به نظر من تو نبردهای سهمگین جایی که همه باید هر چه در توان دارن رو کنن، اون نیروهایی در اولویت قرار دارن که مواد همراهشونه. یکی دیگه از معجزاتی که ارتش آلمان نازی یا همون ورماخت بر اثر مواد مخدر تونست انجام بده، تهاجم مجدد به فرانسه در ماه می 1940 میلادی بود.
برنامه این بود که لشکر عظیمی از تانک‌های آلمانی رو از کوههای جنگلی بظاهر نفوذناپذیر آردنس بگذرونن تا در عرض چند روز به شهر مرزی سدان در داخل خاک فرانسه برسن و از اونجا هم راهی سواحل اقیانوس اطلس بشن. در این جریان نظامیان تحت امر آدولف هیتلر بیشتر از 35 میلیون قرص متامفتامین در روزهای لشکرکشی مصرف کردند. مصرف بالای متامفتامین در حدی بود که ارتش هیتلر بعدها توسط برخی از مورخان به ارتش معتادان معروف شد. متامفتامین به جز هوشیار نگه داشتن سربازان در خط مقدم باعث می شد واقعیت‌های تلخ جنگ اونا رو تحت تأثیر قرار نده. ایدئولوژی نازی ها از مدت‌ها پیش جایگاهش رو از دست داده بود و رهبران این حزب گزینه دیگری برای تهیج سربازانشون نداشتند. استفاده مداوم از این ماده مخدر موجب شد بسیاری از سربازان نظامی با مشکلات حاد روحی روانی مواجه بشن، تا جایی که هیتلر دستور داد برای ترک خلبانان و سربازان متوهم مراکز بازتوانی دایر بشه. مورخان حذف بسیاری از نظامیان متوهم در سالهای پایانی جنگ رو یکی از مهمترین عوامل شکست ارتش هیتلر میدونن. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت بکنید.